defy me? None shall defy me. I will make you suffer. I am the god of war. سلام، چطوری دوستان؟ امروز میخوایم همراه شما و در این ویدیو آموزش بدیم که چجوری بازی خدای جنگ رو در گوشی نصب کنیم. ابتدا چیزی که شما نیاز دارید داشتن برنامه مارکته. این برنامه رو داشته باشید، واردش میشید و در جستجوی برنامه ها این متن رو سرچ میکنید: پیش ساز خدای جنگ. خب وقتی این ببخشید شبیه ساز، اشتباه کردم، شبیه ساز خدای جنگ، پیش ساز، شبیه سازه، تصادف نه، 26 گل برای تو. شبیه ساز خدای جنگ. ما خدای جنگ 2 رو انتخاب میکنیم و بین این همه لیست طولانی من میام بهت میگم کدوم رو انتخاب بکنی. میای پایین و بابا باریکلا. این مورد رو که 200,000 نفرم دانلودش کردن رو انتخاب میکنی و نصبش میکنی. حالا ما از قبل نصبش کردیم بابا باریکلا. و تنها این برنامه کافی نیست، یعنی شما یه برنامه شبیه سازی هم باید نصب بکنید که اونم الان بهتون میگم. دوباره میاید در منوی جستجو و برنامه ارزم به خدمتتون اینجا هست: A E D E R S X. این چی میگه؟ برنامه رو دانلود میکنید و نصبش میکنید. بعد از نصب دقت داشته باشید که این برنامه رو نباید اجرا بکنید که در جلوتر آموزشش رو میدم که باید چیکار بکنید. این چه ربطی به موضوع داره؟ نه ربط داره. خب ما برمیگردیم به همون شبیه ساز خدای جنگ که آموزشش رو به شما بدیم. خب وقتی شما این برنامه رو نصب کردید، دکمه اجرا رو که بزنید وارد چنین صفحه‌ای میشید. وقتی وارد این صفحه شدید چند تا گزینه داره که از بین این گزینه ها ما گزینه اولی که باید ریدی پسرم ریدی. انتخاب بکنیم این گزینه است: اجازه دسترسی به فایل ها. خب اینو انجام میدیم و از منویی که داریم میایم خدای جنگ 2 رو انتخاب میکنیم و دسترسی یا آلو اکسس رو بهش میدیم. خب وقتی این دسترسی رو دادیم عملا کار ما مرحله اولش شروع میشه. مرحله دوم نصب شبیه سازه که ما از قبل به شما گفتیم کدوم، اینجا. وقتی این نصب داشته باشید از قبل پیامی بر شما نمایش میده تحت عنوانی که این شبیه ساز نصب شده از قبل. ولی وقتی مثلا نصب نشده باشه شما باید بیاید این گزینه رو بزنید. بابا باریکلا. دقت داشته باشید توی لینک همین ویدیو توی دیسکریپشنش لینک خدای جنگ 2 و لینک همین شبیه ساز رو براتون قرار میدم. خب ما وقتی دسترسی به فایلامون رو دادیم، نصب شبیه ساز رو زدیم، میریم برای شروع بازی. این گزینه رو انتخاب میکنیم، این گزینه شروع بازی، و منتظر میمونیم تا این نوار پر بشه. تا این نوار پر بشه و بریم ادامه توضیحات، ممنون میشم لایک و سابسکرایب انجام بدین و اون زنگوله این گوشه هم بزنید که توش موزه ماما موز. ویدیوهای جدید توی کانال اومد حتما نگاه بکنید. و عرضم به خدمتون که اگه از ویدیو راضی بودید و براتون کاربردی بود حتما به ما توی کامنت ها بگید
که ما ویدیوهای بیشتری بسازیم، GTA و بازی ردد و بازی های دیگری که دوست دارید و در گوشی بتونید بازی بکنید. خب ما بعد از وارد این صفحه از شبیه ساز میشیم. تو این صفحه شما هیچ کار اضافه‌ای نباید انجام بدید. تنها کاری که باید بکنی اینه که انگشت مبارک بیاری اینجا فقط دکمه نکست 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 و نکست رو بزنید. یکی، دوتا، سه تا، 4 تا، ما در اینجا هیچ تفریحی نداریم، هیچ امیدی نداریم، 5 تا، 6 تا و تمام. خب شما اگه قبلا مثلا این بازی ها رو انجام داده باشید یا بخواید مثلا بازی دوم رو انجام بدید که این ویدیو آموزشی دیگه براتون میگیرم و میذارمش توی کانال، این صفحه از قبل براتون نمایش داده میشه. ولی اولین باری بود که این کار رو انجام میدید، صفحه که الان نکس ها رو زدیم براتون نمایش داده میشه. خب برای این کار ما باید از این منو، یعنی این سه خطی که این بالا زده، انتخاب بکنیم و وارد ستینگ بشیم. ببینم ستینگش این بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم ستینگش این بود. نه دوستان این نبود. من میدونم تو چه جور آدمی هستی. ستینگش اپ ستینگ، عذرخواهی میکنم. خب ما وقتی وارد اپ ستینگ شدیم، چون در گوشی شما استفاده میکنید باید این نواره رو بالا پایین بکنید، یعنی چندش به سمت راست بکشید تا نوار بایوس برای شما نمایش داده بشه. خب این در قسمت اگه از قبل مثلا این بایوسی شما لاگین کرده باشید برای شما نمایش داده میشه، ولی چون اولین باره که میخواید نصبش بکنید و قبلا هیچ بازی توش نداشتید، این صفحه برای شما خالیه و شما باید ایمپورت بایوس رو بزنید. این گزینه رو انتخاب میکنید، ایمپورت بایوس، و بعد از انتخاب وارد پوشه فایل میشید. در این قسمت شما باید وارد فضای داخلی گوشیتون بشید یا هر وسیله‌ای که دارید که در اینجا ما اینجوری مشاهده میکنیم. و در این قسمت وقتی وارد شدید، این نوار من کو، وای 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 بار میدای من کوش. در این قسمت وقتی وارد شدید وارد داکیومنت میشید، گزینه داکیومنت رو انتخاب میکنید و اینجا بایوسا رو میبینید. چرا؟ چون شما بازی خدای جنگ رو نصب کردید، اینا هم براش اومده. خب ببینید نوشته بایوس آمریکا، بایوس اروپا، ژاپن و خدای جنگ. ما با خدای جنگ کار نداریم، این بایوسا مهمه برامون. این بایوسا چیه؟ شاید سوال بپرسید چرا آمریکا داره، ژاپن داره، اروپا داره. هر چرا خورشید میتونه، چرا میچرخه زمین، عشق من بگو چرا، فقط بگو. بازی که شما نصب کنید بسته به اون کشورش، مثلا برای خدای جنگ مال آمریکاست، مثلا یه بازی مثلا حالا یه بازی که مال ژاپنه شما نصب بکنید باید بایوس ژاپن انتخاب بکنید. حالا ما این سه تا بایوس رو انتخاب میکنیم. دونه دونه باید انتخاب بکنی. گفتم برو بمیر پدر سگ مادر. اول من آمریکا رو انتخاب میکنم، بعد دوباره میریم تو همون پوشه اروپا رو میزنیم، بعد میریم تو همون پوشه ژاپن رو میزنیم. خب این سه تا بایوس برای شما پیست شد و در این صفحه مشاهده میکنید و همونجور که قبلا بهتون گفتم من حالا جریان رو فهمیدم. چون ما توی بازی خدای جنگ سازندش آمریکاه، باید بایوس آمریکا رو انتخاب بکنیم و این گزینه رو انتخاب میکنیم و میایم به یک لیست قبل از بایوس، یعنی گیم لیست و این نوار، و اون رو انتخاب میکنیم. خب حالا ما اینجا
اگر بازی از قبل آپلود کرده باشید اینجا براتون نمایش داده میشه. ولی الان چون دفعه اولتونه عملاً چیزی نمایش داده نمیشه. برای همین ما این گزینه ایمپورت یا به علاوه این گوشه رو میزنیم تا بازی خدای جنگ رو اینجا لیستشو بکنیم. خب چون از قبل ما تو داکیومنت بودیم اینجا همون لیست برامون نشون داده شده. این بازی خدای جنگ اینجا نوشته ISO، این انتخاب میکنید و دسترسی بهش میدید و اینجا برای شما نمایش داده میشه. ببخشید اینجا رو نگاه بکنید. آره این برای شما نمایش داده میشه. خب حالا بریم ادامه داستان. ما گزینه بازگشت از اپ ستینگ رو میزنیم و وارد صفحه اصلی میشیم. خب حالا اینجا کاری که ما باید انجام بدیم چیه؟ دوباره میایم روی همین سه خط این بالا که قبلا هم بهتون نشون دادم ضربه میزنیم. میزنیم و چی انتخاب میکنیم؟ این گزینه رو اسکن فور نیو گیم. بابا باریکلا. وقتی این گزینه رو انتخاب بکنی بازی برای شما دوباره نمایش داده میشه و برای اطمینان بیشتر شما دوباره همین سه خط رو انتخاب میکنید و اسکن یا ری اسکن فور آل نیو گیم رو انتخاب میکنید که اگر برای شما نیومد یا مثلا این بازی برای شما نشون نداده نشد اینو براش کلیک میکنید. خیلی عالی، بازی برای شما نمایش داده شد و پوشه گاد آف وار 2 برای شما نشون داده میشه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ برو که بریم بازی کنیم. خب این هم از این پیشنهادی که براتون دارم خودم هم انجام میدم. حتما یک دسته USB خورد تهیه کنید و به گوشی یا مثلا تبلتتون وصل بکنید و از این بازی لذت ببرید. بریم برای بازی، بذاریم روی هارد. یه نکته دیگه هم بگم توی بازی شما میتونید این دکمه این گوشه که من دارم باهاش لمس میکنم که حالت شوک توی بازی واقعیه توی دسته است، عرضم به خدمتون با زدن این دکمه، نگاه کن این دکمه، ای بابا، این دکمه، با زدن این دکمه چی بکنید؟ تغییرش بدید. نگاه کن تغییر پیدا میکنه و این حرکت نمیکنه. خب بریم برای جنگ. بمیر. خب یه مشکل دیگه هم که اینجا وجود داره، آقا این بازی لگ داره. چیکار میکنی؟ این دکمه استاپ رو میزنی، میای اینجا توی کدوم قسمت؟ توی این قسمت، بذار با پوینتر نشونتون بدم. توی این قسمت ستینگ، توی این قسمت ستینگ که بزنی کلی گزینه برای شما داره. شما میای روی گرافیک، نگاه کن، بذار نمایشش بدم. گرافیکی که زدی اینجا باید این گزینه هاشو تغییر بدی. خب دوستان داشتم میگفتم در گرافیک ما گزینه اول جی پی یو رو روی گزینه سوم یعنی ولکان قرار میدیم. گزینه دوم رو روی عدد 75 صدم قرار میدیم. و میایم پایین تر و توی گیم دیسپلی یه دونه اسپکت ریشیو داره، اون رو انتخاب میکنیم و روی فیل اسکرین قرار میدیم، گزینه اول. و در این قسمت یعنی سیستم این انتخاب میکنیم و اونم تنظیماتش باید تغییر بدیم. حالت اول رو میذاریم روی -3 یا 50%. حالت دوم میذاریم روی گزینه ماکسیموم و 3. و حالا از اینجا میایم بیرون و بازی ما هم فول اسکرین میشه هم سرعتش بهتر میشه. نگاه کن از قبلیه چقدر بهتر شد.
L1 هم بزنیم. L1 دفاع میکنه. ماشاءالله. گندتون برو گندت بیاد. بیشتر رو حرف بزن سفید بود. دهن زیبا تو باز نگه دار. ما به درد من نمیخورید. برو گندت بیاد. اولم حرف میزنی. ببخشید دکتر بهرام. برو مصطفی برو. بذار یکیشونو بگیرم. بگی آها بگی ماشاءالله. بچه از اینا میخواید یاد بگیرید کامنت بذارید. خب مثلث هم بزنیم. از وسط جر داد. مثلث رو نگاه. بابا باریکلا. خب دیگه بسه کافیه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. اگه میخواید جی تی ای 5 هم براتون آموزش نصب تو گوشی رو بذارم حتما بگید و این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. پیروز و موفق باشید.